اگر میخوای بدونی از چه روزی امنیت ملی کشورها مورد تهدید قرار گرفت، در این ویدیو با من همراه باش. پیدایش اینترنت در دهه 1960 یعنی حدوداً 65 سال پیش توسط سازمان پروژه‌های تحقیقاتی شبکه و به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده آغاز شد و در سال 1998 به یک رسانه جهانی تبدیل شد که این تبدیل شدنش تهدیدی بر امنیت ملی کشورها و یا اتصال گسترده بود که امنیت جامعه جهانی رو پایین آورد. اینترنت یا فضای مجازی در ابتدا با شعار راحتی ارتباطات و ارسال پیام از یک نقطه کره خاکی به نقطه دیگه بود، اما این فقط در حد یک شعار بیش نبود و در حال حاضر شاید اینترنت کمترین سهم خودش رو در ایفا کردن نقش اصلیش داشته باشه. به نظر شما هدف اصلی از ایجاد فضای مجازی یا همون اینترنت چیه؟ نظرتون رو برام کامنت کنید.